بعدم مثل شما برید جانا من کمک کنم وقت خیلی آنها ای سیاست فامیل آخری سیاست فامیل پلیسیا بستیم فعلا در جای ما طالبا قرار داره. ما حالت فقیری و بدبختی در این سری دوره آمدیم برای هیچ کسی ما تجاوز بری ما نکرده که ما را دیده باشه و آمده باشه پرسان کرده باشه. نه عوض نه نان در هیچ چیزی نیست. در فقیری بدر اینجا بسر میبریم به می حالت بدر گرمی است 48 درجه گرمی است. فعلا ما در اینجا زندگی میکنیم بزنی یک بوریا یک پلاستیک. باید دولت باری مردم بدر رسیدگی کنه که فکر کنه که یک منه که همی سری دوره بسته رفتگی تو بدر گجا به گجا ماجر است معوره است مردم به بدبختی به سر میبره. دربدر و خاک بسته رو بدر دیگه و دیگه در اینجا فعلا فرق زندگی خاک به سر میخوره. این خاک میخوره خلاص بگم چیزی نیست که بخوره. وقتی که چیزی نیست نه برادر قیم رو دولت میخوره نه قیم رو به شرکت میخوره نه قیم رو ملت میخوره نه ما کجا بریم آخه یک کاری بکنیم که ملت بدر از بین ببریم بعد راحت بشین زندگی بکنیم. این رقم خود نمیشه که بدر ملت بدر دولتی بیچارگی قرار بگیره و بدر خانه بدر چپش و زیر توپ و تفنگ و بلا تیاره و فلان و بسمان دیگه و دیگهش. خب بلا در پشت خانه ولی ما چی بخوریم دیگه؟ یعنی کمپکای ما مردم از اشتکای ما را بخی جار زده از دست گرمی را اشتکا بخی با تکلیف شده نه نان است نه آب است نه سروی کردن است. امروز میایم صبح میایم امروز در روز ما یه خواستیم بدر نه سروی شدن است هیچ چیزی ما رو نشته ما مردم. با چی مشکلات مواجه هستید اینجا در گرمی؟ مشکلات هیچ چیزی نه مواد خوراک است نه آب است نه برادر هیچ چیزی نیست چیزی خوراک مواد نیست اشتکا تفلکا کلا مریض شدن از گرمی را. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق